آقا، یک دو سه صدام هست؟ بله. آقا چه خبر؟ امروز اومدیم سروایول فارسی زبان سریش رو ادامه بدیم. بله. برای اولین بار الان من خودم برای اولین بار که نیست، باید دومین بارمه با اسکرین رکوردر رو لپتاپ فیلم میگیرم. اما دفعه اول موبایل نصب کردم که صدا خودم رو رکورد نمیکرد و به خاطر همین پارت 3 فارسی زبانمون با مشکل ضبط شد. ولی به هر حال الان OBS دانلود کردم، OBS استودیو، که احتمالا خودتون باش آشنایی دارید که صدا خودم هم داره ضبط میکنه که خیلی خوبه و دیگه با گوشی ضبط نمیکنم. خب ما تو پورتال ندر ساختیم به این شکل، ولی با چیزی نداریم که بخوایم روشنش کنیم. خودمونم که نمیتونیم آتیش بگیریم بریم توش روشن شه. باید ما فعلا اینجا بمونیم. مختصات اینجا رو من چیز کنم، اسکرین شات باید بگیرم. اسکرین شات که هیچی، اسکرین شات نمیخواد، من بذار یادداشت کنم بهتر. دفتر آوردیم، یادداشت میکنم. منفی 369 71 و 629 برای اینکه یادمون نره. خیلی خوب، اوکی شد. FNF رو بزنیم تا اوکی شه. خب فقط شب شده. بریم بخوابیم بچه باورتون نشه. داشتم می‌خواستم کاری ضبط ویدیو رو انجام بدم، OBS داشتم دارم میکردم، روی باورتون نشه روی کیبورد لپتاپ عنکبوت پیدا کردم. روی کیبورد لپتاپم عنکبوت بود، باورم نمیشه. دیگه به هر حال آیتمان هم که هست، بریم دنبال گرول فیلین پیدا کنیم. و گرول تو دریا هست دیگه، بریم تو دریا فیلین پیدا کنیم و بریم ندر. غذا مزایی هم که اوکیم خدایی. یه استک هندونه، یه استک نون بربری و غذا هست. از نظر غذا اوکیمه، یعنی غذا نباید باشم. اونجا فرم ساوانا هست. بریم گرول فقط این چیز من چون تو آب گرولا بیرون نیست. چرا اونجا هست؟ اصلا لازم نیست. اصلا گرم بسازم بکنم. بریم اون برنج گرول برو بریم. جا خالی ندارم، بریم کاری کن. که داد خب آیرون فیلینت، اینم فیلینت رو گرفتیم. بریم سمت پورتال. این ویلیج سابان هست، ویلیج سابان هم بود پارت قبل. این ویلیجراشو باید نگه دارم اونجا. هم یه فارم شوگرکین هم بزنم. اینجا شوگرکین هست، بس اوکیه. چرا من هی دراپ میکنم اونو؟ بده شوگرکین جمع میکنیم که فارم شوگرکین فارم کنم. فعلا ندر نمیرم، الان نمیرم ندر. اول فارم شوگرکین باید بزنم.
تو کدوم بود؟ این شوگر کینه. آی دقیقه سب کن. سیب بذارم. چی دیگه بذارم؟ تور بذارم. دقیقه بده. بابا گیری کردیم به خدا. دقیقه این تست من بده. تست بله دست اومد. من مثلا ندرک بذارم. درک بذارم. بیا پایین. اوکی شد. حالا همه اینا رو پرت کن تو این. تمام شد. اینا رو برمیگردم توش. اوکی شد. حله شوگر کین داریم. بذار ببینم پیستون چی میخواد برای ساخت. پیستون آواز بر رسیپی بگیریم. یاد نداریم. بریم اندک رو داریم. میریم ندر دیگه. چرا؟ بذار ویلیجر رو نگه دارم. فقط برای اینکه نگه دارم شوگرکین فارم هم آره. فعلا بیخیال میشم. دستات کندیم. من توی 369 رو بردارم. من این اوی واتر باکت باید اینجور موقع کنارم باشه. بسیارش اصلا رو رد کردم. اوکی اینجا میشه. اینجا میشه. خب باید بریم اونجا دیگه. بریم این نون بربری بزن تو برد. اوکی برو بریم ببینیم که کجا اسما میشیم. فقط برم تو ویلیج. فعلا میرم تو ندر بکن برو ندر ویلیج هم میریم. حواسم نیست. من جدی آب لازم دارم. الان به کارم نمیاد. وای چیز نساخته من اصلا دقیقه سر کن. حواسم پرت اصلا حواسم پرت چی کار حالا که باکت آبم لازم. آبم حواسم نبود. بریم آب بیاریم. برمیگردم. و یک چیز دیگه من چرا چیز نساختم کو دیگه بده دیگه. آها آرمور گلدی نساختم. بده یک کفش گلدی با من بده. استدام نکنم.
که باید اینونتاریم باشه. تو آقا نظرتون چیه؟ من میگم بیا یه بیس بسازیم، چون اینطوری واقعا نمیشه. بیا اول یه بیسی درست بکنیم. من یه دقیقه برم با اجازهتون ویدیو رو استاپ کنم. خب من اوکی کردم اینا رو. یه مقداری سنگ جمع کردم. اینجا یه انباری برای خودم درست کردم که توش یه چستم دارم، یعنی کرافینگ تیبلم هست. یه کرافینگ تیبلم میخوام جدا تو جیبم درست کنم، یعنی یه کرافینگ تیبل برای اینجا، یه کرافینگ تیبلم برای همراه خودم. آره و هر وقت لازم داشته باشم سنگ ماین میکنم. اینجا میخوام من خونم رو بیلد کنم، خونه رو لازم داشته باشم. نمیدونم تو چی میخوام درست کنم، فقط دارم بلاک بزنم. مثلا در این حد خوب بکنم. تازه پورتال ندارم هست، بعد حسار میکشم، پورتال ندارم تو خونه میذارم. انرژی سیور آن شد. چیز ارور داد، ارور انرژی سیور. اما لپتاپ من بزنم به شارژ و ادامه بدیم. زدمش به شارژ. فقط چیزی فول اسکرین کنم. اوکی ادامه میدیم. خدای این پارت هیچ کاری نکردن نبود، خیلی کار کردیم، انصافا کار زیاد کردیم. ندر رفتیم، خونه ساختیم. تازه هنوز 12 دقیقه خورده گذشته از ویدیومونم. من چرا کیو میزنم؟ خیلی خوب. خب و یه بلاک دیگه هم بریم بالا. یه چیز خرابش کنم، اینو خراب کنم. جای بیشتری هم دارم، خیلی فرق هم نمیکنه. کار برای در کجا رو برای در اینجا رو فعلا بذاریم. اونم انباری. خیلی فقط اوکی میکنیم. خب بریم ادامهش. اساسی آیتم ها خالی کردم تو کیس. چرا این دونه گندم با همه نمیدونیم. آیتم دیگه ندارم؟ نه. اوکی. ادامه میدیم ساخت خانه من رو. داره کم کم شب میشه. تخت با خودم نمیخواستم بیارم ندر، برنامه گذاشتم اونجا. خیلی مثل کمی نشد. خب اون منتظر میمونیم شبم بشه. دوباره شب بشه دیگه تب شب شد دیگه. من که رفت حاج آقا، من که رفت حاج آقا شب شده. به خدا بذار بخوابه. خوابه. شب شده پر ستاره، چشمک بزن دوباره. دین دل دین دشت دین دن دل دین داله. خب بریم.
خب از این ور را رشته دادن خب مثلا که باید به ماین کنیم بازم. اوکی حالا سقف بریم بازم ماین. خیلی خوب از من میخوام فیلتر رو این پرسی زبان باید رو زیاد بذارم چون همچنین الان منتظر اون دوستمون هم هستیم که بیاد به عمان. خیلی گفتم بتونیم سری جدیدمون رو شروع کنیم که تریلر رو شبارتون گذاشتم بچه باور کنیم خیلی سری گادیه خیلی سری خفنی هستش مطمئنم باهاش شما کیف میکنه. من از پارت بعدی بعد اون ماد چیزو بریزم واقعا نمیشه که ماد جی چستین آف آیتمز که چیزا رو نشون میداد رسیپت ساخته رو خیلی ماد خوبیه اون خدایش ماد خوبیه. ما برم بالا چطوری پایدار نیست بریم بچه‌ها. من الان جوری که من تو بدراک قبلا پلی میدادم بدراک پلیرم واقعا اسکلتونای بدراک چیزن اسنایپرن خیلی ماشاءالله چی بگم خیلی اسکلتونای بدی داره لامصب. اوکی ادامه بازم با بریم بچه قراره این سری انشالله سری یکی از خفن ترین سریای ماینکرافت بشه انشالله قرار بعدها ماینکرافت هاردکور شروع کنیم. حالا بذاریم من یکم پروتر شم بازیم بهتر بشه کمی هنوز دارم یاد میگیرم چیزایی چون بدراک پلیرم هم چیزای جاوا رو تازه یاد میگیرم تازه جاوا رو شروع کردم یه چند 2-3 هفته هست 2-3 هفته است کلا شروع کردم بازی رو که نه یعنی جاوا رو من 3 سال بدراک پلی میدم. خیلی خوب به من کف خونمون هم هست کفش هم باید درست کنم. بریم خب این که اوکی شد اوکی میتونم یه مدل یاد گرفتم خونم رو چیز کنم خوشگل کنم خودم اختراع کردم. حالا برم ندر برگردم عملی میکنم الان فعلا رو ندر باید تمرکز بکنم برم ندر برگردم اون تورچ نمیذارم اون رو خونم پیاده میکنم الان که بقیل لاوا پولم هستم قشنگ اوکی لاوا لازم دارم سندم که دریا کنارمون کنم خونم اونجا خوب ساخته آب و لاوا داریم بقیل لاوا پول و حلقه لاوا پول حالا بعد یه فارم لاوا هم میزنیم بعد اوکی در حال کندن زمین برای ساخت خانه بله خلاصه اوکی شد بازم سنگ میخوام
انباریه دیگه، اینجا لازم نیست همه رو کابلستون کنم دیگه. انباری کسی انباری. خب بعدها طبقه 2 هم خونه هم درست میکنه. حالا اون با اون یک شخص بیاد، اگه بخواد خودش کانال یوتیوب میزنه، اسمش هم میگه، شاید اصلا با فیس ویدیو گرفت. اون بیاد اونو میارم تو سری، انقدر سری همون بچه باحال میشه. ماینکرافت تک نفر خدای حال نمیده. فقط صبر کنید اون شخص بیاد، یعنی میتره کنیم، اون شخص بیاد ما میتره کنیم. سری ماینکرافت وردیمون استارت میخوره. یه سروایول این سروایولمون پیش میره، دوتایی میریم این سروایولو. یه سری سروایول از اول 2 نفره هم حتی شروع میکنیم. اول دوتایی که از اول من خودم تنها بودم، بعد اون اضافه میشه و غیره. اونم ماینکرافت پلیر، بعدم ماینکرافت پلیر تازه اون بیاد، گیم پلی بدواردزمون اضافه میشه. الان خدا رو شکر نت ایران وصل شده، اون به اینترنت وصل هست. من تو عمانم، هنوز چیزای ایرانی برای ما باز نشده، مثلا آپارات و اینا رو نمیتونیم وصل بشیم. ما نامردیه دیگه، برای اون نت وصل کردن نت ایران رو برای ما وصل کردن، نامردیه. در کانال آپارات داشت، نمیتونه کانال آپارات رو ادامه بده، دسترسی نداره. البته که آپارات رو من همم کانال آپارات میزنم. کانال آپارات قبل ما اسمش رو تغییر میدم، هم که کانال یوتیوبمون هم استارت میزنیم و با یوتیوبم 100% پیش میریم. الان دیگه من واقعا جوری حمایت تو یوتیوب شدم بچه‌ها، جوری حمایت تو یوتیوب شدم که آپارات 10 سال کار میکردم اونقدر حمایت نمیشدم. واقعا دمتون گرم. من تو آپارات این 2-3 هفته اگه کار میکردم به خدا 5 تا سابسکرایبر نمیگرفتم. خیلی آپلود ویدیو، همچنین آپلود ویدیو توی خیلی آسان تره. آپلود ویدیو توی آپارات خیلی سخته، خیلی توی یوتیوب آسان تره. سری میزنید تمومش میره. ویدیو لانگ مخصوصا خیلی ها میگن اینجا دوست دارن. البته که تو آپارات خدای آپلود ویدیو خیلی بود. علاوه مثلا روزی 10 تا شورتس، اونا میدیدی روزی 4 تا ویدیو لانگ میذارن که مثلا اگه یکی مثلا روزی یه دونه میذاش براش کم بود. مثلا تو یوتیوب براش هفته یه دونه میذاره، مثلا میگن خوبه، هفته 5-6 تا میذاره میگن خوبه. در حال مثلا من با آپارات کار ندارم، تو یوتیوب سعی میکنم خوش بدرخشم. خیلی اونا رو ساختیم، خونه تمام شد دیگه، میتونیم بریم ندر. چیز دیگه ای نمیخواد، همه چیمونم داریم. فقط من یه کلنگ کاپری دیگه درست بکنم. اجازه اینو میتونم با این ترکیب کنم درست شه؟ آره بهتر میشه. خیلی خوب ترکیب میکنیم اینو. یه دونه کلنگ کاپری دیگه هم درست میکنم. خیلی خوب اینو داشته باشه. بریم مکانون تمام دیگه. پیش به سوی ندر. من این بخشم به خونه حتما اضافه میکنم. خیلی خونم قراره تو کل بخش بگیم. برو بریم. ندر همه رو داریم. بود نه سفر اینو بود بیارم لیجرات ترک کنم. اوکی ما بچه یه روش خیلی آسون ما که اینطوری داریم. یه روشی خیلی آسون من پورتال رو گم کنم. خب من اصلا پورتال رو گم کنم مهم نیست. میتونم چیز کنم که اینطوری آنه دیگه. میتونم گیم رول چیت فعال نیست.
که خلاصه کلا میتونم چیز بکنم، بمیرم و برگردم. آیتمام هم که با هم میاد مثل اینونتوری. اینجا آپشنز نباید باشه، استاتیستیکس اینجا نباید باشه. میزنه اینجا چند تا ایوان چه باحال، اینجا مینویسه که من چند تا ایوان کشتم. ادوانسمنت چه گرفتیم؟ در حال مهم نیست برای ما. ول کن بازی که اینونتوری ما خودمون میریم که اینونتوری داداش. دقیقا بیا با تو میخوام ترید باید میخوام ترید. بیا 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 بیا. راستی تو دزدی دزدی. رد کرد. این بچه پیگرینه دزدن، حواسم نبود داداش همش اومد تو دست بود. اوی ببینیم. سلام آقا چطوری؟ بفرما آقا بیا. چی میدی به ما؟ بده واردز اینا رو نمیخوای؟ اعلاه ها چی داد؟ بلکستون؟ آی تو سرت. چی میدی؟ خوب بده. چی دادی؟ چیه؟ باتل؟ یعنی خاک تو سرت انصافا، خاک تو سرت چیز چرتی میدونم. اوکی کوارت نمیخوام. دیگلی نه ما باید بریم دنبال فورترس بگردم. خیلی جوری بیام پایین که نمیرم. سلام چطوری؟ چه خبر؟ اوی آتیش نگیرم، آتیش نگیری. اگه بتونم باید سولسندی هم پیدا کنم یه دونه گست خوش شده بگیرم خوب میشه. بریم بریج باید سولسندی پیدا کنم. گست خوش شدن خواهم. میرسیم اوکی. گلده میافته اینا رو بکنم. آره میافته همینا رو داریم. اوکی یکی رفتیم تیبل فقط اینجا من داشته باشم. اینا رو گلد کنم. خیلی خواه اوکی. بریم هیچ چیزی نمیبینم چرا. اینجا یه جایی هست، اینجا یه جایی هست باید بریم تا برسیم.
کنسول سندی درست رو بر بله کنسول سندی برای بریم درست اینجا که به لاوا ختم میشه اینجا که برم نه اینم که به لاوا ختم میشه این بری باید برم کلا سلام شما خوبی؟ چی میدی با اینا؟ چی بده؟ خوب آیس پاکت اکسیدین داد با یه چیزی 2 تا اکسیدین داد واقعا نمیشه یه چیزی یه مشکلی الان ایجاد شده من یه دقیقه با اجازهتون سلام آقا شما چطوره؟ خوبی؟ تا برم برگردم به خانه یه مشکلی ایجاد شد الان یه دقیقه من عذر میخوام که برام مشکل ایجاد میشه داداش کوکولی بزنم میدونن دست جمعی سر اصلا هم گونه نیست کوز این که ولی به هر حال بازم کلن دوزی مهم خیلی خوب من سوال فنی داشتم پورتالم کو با من نمیتر دنبال پورتال بگردم به دنبال پورتال دستتن من این کلنگ رو جایگزین میکنیم خیلی خوب چرا میتونه باشه این که اکسیژن داد عجیبه من گوش نمیکنم بوم میدین که اینو بهم اکسیژن بدن برگردم وای من جدی دنبالشم کو داشته باشه آقا نبود کجام؟ منو کجام؟ دنیای موازی یا غیر موازی؟ مختصات پورتال رو یادداشت نکردم یا دارم میرم
پورتال لعنتیم کو. این هم بدتر. درن چطوری؟ بکن ما دوتا اینجا زندانی. ببین چقدر ویدیو گذشته، من این نگاه بکنم. این 3.5 ساعت شده ویدیو. من این پاز بکنم میرم ببینم از کجا اومدم. خداحافظ.